يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى وسلم. سبحانك لا علم لنا. سوره مبارکه حج هست، از سوره های مدنی هست. در این سوره چون ذکر حج به میان آمده و به ابراهیم علیه السلام دستور داده شد که اعلام حج بکند، به این دلیل این سوره را سوره حج می نامند. اما مناسبتش با سوره گذشته، در سوره انبیا ما خواندیم که پیغامی که همه انبیاء الهی حامل اون پیام بودن اینه که خدای عزوجل فقط معبود هست. لا اله الا انا فاعبدون، غیر از خدا کسی را عبادت نکنید، در حاجات و کمک ها به غیر از خدا از هیچ کسی حاجت نخواهید، استمداد نطلبید. اما در سوره حج همون مبحث توحید است، اما با این تفاوت که اینجا بیشتر رد شرک فعلی هست. رد شرک فعلی هست. اونجا رد شرک فی التصرف بود، یعنی کمک خواستن از غیر خدا رد شد. اینجا شرک فعلی نظر و نیاز دادن، صدقه دادن برای غیر خدا شرک هست. این مطلب در این سوره می آید. و عرض به خدمت شما این سوره دو بخش دارد. یکی از یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم تا نذقه من عذاب السعیر، و از بخش دوم و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا تا آخر. بیشتر نفی شرک فعلی در بخش دوم هست. اما سوره آغاز می شود با تخویف اخروی، با بیان عذاب آخرت. خداوند تعالی خطاب می فرماید همه انسان ها را یا ایها الناس، ای انسانیت، ای انسان ها، اتقوا ربکم، از ربتان بترسید، از پروردگار بترسید، پروا داشته باشید. چرا؟ قبلا هم چند بار یادآوری کردم که برای تقوا خداوند فکر و ذکر آخرت میاره. یعنی انسان اگه به آخرت و به عذاب آخرت فکر بکنه، تقوا بهتر حاصل میشه، زودتر حاصل میشه. به همین خاطر نسخه‌ای که بعد ذکر میشه اینه که ان زلزله الساعه شیء عظیم، همانا زلزله قیامت، یعنی تکانی که در قیامت می آید، زلزله‌ای که در قیامت می آید، اون چیز بزرگی هست. ان زلزله الساعه شیء عظیم. این ان زلزله الساعه علت اتقوا ربکم هست. چرا بترسید؟ علتش اینه که ان زلزله الساعه شیء عظیم، چون اونجا بغیر از پناه خدا دیگه ملجئی وجود ندارد، پناهگاهی وجود ندارد، پس از او باید بترسید. اما مراد از این زلزله قیامت کدوم زلزله هست؟ معلوم میشه که در قیامت و نزدیکی قیامت احوالات زیادی برای انسان ها پیش میاد، چندین زلزله اتفاق میفته. حالا این زلزله که اینجا قرآن گفته کدوم زلزله مراد است؟ بعضی میگویند که وقتی که در توبه بسته میشه، خورشید از مغرب طلوع میکنه، اون زمان زلزله‌ای هست
مراد اون زلزله هست، یعنی زلزله به وقت طلوع الشمس من المغرب. بعضی میگن نه، وقتی که دنیا به پایان میرسد، نفخه اولا را که میدمد و میزند، اون زمان زلزله هست. و سومی که نه، مراد از زلزله ای هست که به وقت نفخه ثانیه میشه، به وقت نفخه ثانیه میشه. اون زلزله را که اون نفخه را که میزند زلزله میشه، زمین زیر و رو میشه. شما در سوره زلزال هم خواندید، با اون بیشتر موافقت داره. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. این زلزله زمانی میفته که زمین اون چیزی که در شکمش هست بیرون میندازه، یعنی اجساد را، مرده ها را، اینا دوباره زنده میشن. پس مراد از زلزله است که به وقت قیام هست. چه زمانی هست؟ به وقت قیام. قال الحسن، حسن بصری میگه اشد الزلزال ما يكون مع قيام الساعه. اشد الزلزال ما يكون مع قيام الساعه. اون زلزله که همراه با قیام قیامت میشه، بدترین زلزله همون هست. قال ابن عباس زلزله الساعه قيامها فتكون معها. زمانی که قیامت شروع میشه، یعنی بعد از نفخه دوم، به وقت نفخه دوم. لذا الله میفرماید از اون زلزله بترسید. بیان شدت زلزله: یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. روزی که میبینی آن را، یعنی شدت آن را میبینی که تذهل كل مرضعة، فراموش میکند هر زن شیرده یا مادر شیرده، عما ارضعت، آنچه را که شیر داده، یعنی رضی خودش را، بچه شیرخوار خودش را فراموش میکند، نفسی نفسی میشه. و تضع كل ذات حمل حملها، و وضع حمل میکند هر ذات حمل، هر دارای حمل خودش را وضع حمل میکند. بچه‌ای که در شکم دارد، این حامله او را میندازد از فرط وحشت. و ترى الناس سکارا، مردم را میبینی که همه در نشه هستن، نشگی هستن، اما حقیقتا اونجا چیزی مصرف نکردن که نشه بشند. و ما هم بسکارا، نیستن آنها مست نیستن، نشه نیستن، پس چرا اینطور خمارند؟ ولكن عذاب الله شدید، اما عذاب الله بسیار سخته، خیلی سخته، که اصلا عقل را از اونها پرونده، نمیدونن چی کار بکنن. اما بسیاری از حالا سرزنش بر بسیاری از مردم که از این احوال نمی ترسند، قیامت را باور ندارند، به جای اتباع الله، فرمان بردن از الله، از شیطان فرمان میبرند. و من الناس من یجادل فی الله، بعضی از مردم هستند که جدال میکنند درباره توحید خدا، بغیر علم، بدون دلیل عقلی نقلی، هیچ نوع دلیلی ندارند. چرا پس؟ و یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان سرکش را پیروی میکنند. مراد شیطان مرید دو احتمال داره، یا اون ابلیس است از او پیروی میکنه، یا منظور هر شیطانی که در رأس کفر باشه، اونهایی که بالاخره شیاطین انس و جن که ترویج گناه میکنن، ترویج منکر میکنن، اونها را پیروی میکنه، در حالی که این بیچاره نمیدانه چه تبعاتی داره دوستی با شیطان. کتب علیه انه من تولا، نوشته شده بران، یعنی برای شیطان این ثبت شده، نوشته شده که همانا هر کسی که با او دوستی کند، من تولاه، تولیش با کی باشد؟ شیطان. فانه یضله، او شیطان اولین کاری میکند در دنیا او را گمراه میکند، و دومین کار در آخرت یهدیه الی عذاب السعیر. جهنم.
خب ببینید خدای عزوجل در ابتدای این سوره ما را برحذر داشتند از زلزله، ترسوندن از زلزله که در قیامت میشه. حالا مشرکین اصلا قیامت را قبول نداشتند که از حواشی اون بترسند. اونا میگن نفس قیامتی نیست. وقتی که قیامتی نیست زلزله هم نیست، نمیترسند. الله تعالی در این آیه دلیل ذکر میفرماید برای قیامت. دو تا دلیل ذکر میشه. یکی منم خلاصه این دلایل را میگم. یکی این که همون ابتدای خلق خود انسان، تطور انسان از یک حال به حالت دیگه منتقل شدن. 7 حالت داره انسان، اینجا بعضی ها ذکر شدن. مثلا انسان اول چی بود؟ اول خاک، بعد از خاک نطفه، بعد از نطفه لخت خون، بعدن تکه گوشت، بعدن این گوشت به شکل داده شد. زمین حالات مختلفی میگیره. ربت، انبتت، عرض کنم اهتزت. اول زمین می جنبد، تکان میخوره، بعد از اینکه آب میاد نه، بعد برآمده میشه، بعدن شکم زمین باز میشه، هی از وسط زمین جوانه میزنه بیرون. ببین این تغییری که در زمین میاد تدریجا. خود زمین هم مرده بود دیگه، قبلا هیچ خبری نبود، یکسان پایین پست سیاه سوخته، اما نه روز به روز تغییر میاد در این. پس این دلیل دومی هست برای اثبات قیام، نمونه هستیم. الله تعالی در این آیه این دو تا دلیل را ذکر میکنه. علامه اندلسی گفته ذکر دلیلین واضحین علی ذالک. دو تا دلیل واضح خدا تو این آیات بیان میکنه. احدهما فی نفس الانسان و ابتداء خلقه و تطوره فی مراتب 7. خود انسان، پیدایش انسان و از حال به حال دیگر منتقل شدن در چنانچه ابتدان 7 مراتب در انسان. 7 مراتب در اول سوره مؤمنین واضح تر هستند. ولقد خلق الانسان من نطفه ثم من علقه الى آخره. والثاني في الارض التي تشاهدون تنقلها من حال الى حال. دلیل دوم همین زمین را نگاه کنید. این زمین را میبینید که از یک حال به حال دیگه چی میشه؟ منتقل میشه. لذا اینا دلیل هستن. الله می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما در شک هستید از بعث بعد الموت، از قیامت، از دوباره زنده شدن، شما نمونه را ببینید. 2 تا نمونه. یک، فانا خلقناکم من تراب، این ماده بعید است، همانا ما شما را آفریدیم از خاک. ثم من نطفه، این ماده قریب است، بعد از خاک نطفه هست. ثم من علقه، بعد از اون لخته خون. ثم من مضغه، بعد از آن تکه گوشت، که این تکه گوشت باز 2 مرحله داره. مخلقه و غیر مخلقه، یعنی کامل پیدا شده خلق شده، یا غیر مخلقه، ابتدان هنوز کامل نیست. و نقر فی الارحام لنبین لکم، انا خلقناکم لنبین لکم، این متعلق خلقناکم است تاکه برای شما قدرت خودمون را بگیم. و نقر فی الارحام ما نشاء، و ما قرار میدهیم در رحم آنچه که میخواهیم تا مدت معین. تا مدت معین این تطورات در رحم است تا که بچه تکمیل میشه. ثم نخرجکم طفلا، بعدا شما را از شکم مادر بیرون میکنیم به عنوان یک طفل و یک بچه. ثم لتبلغوا اشدکم، ثم یعنی یبقیکم لتبلغوا اشدکم، یبقیکم مقدره. بعد از اینکه بچه بودی بزرگ شدی، شما را خدا میگذارد، سن میده، رشد میده، عمر میده، تا برو به کجا؟
لتبلغوا اشد، یعنی یبقیکم لتبلغوا اشدکم، تا برسید به جوانی و قوتتان. اما در همین حین، در همین اثنا بسیاری میمیرند. و منکم من یتوفى من قبل، بعضی از شما هستند که جانشان گرفته میشه قبل از این، یعنی قبل از جوانی. و منکم، اما سنها متفاوته، بعضی از شما هستند که یرد الی ارذل العمر، برگردانده میشه به بسترین عمر، یعنی همون عمری که انسان حافظه را از دست میده، که لکی لا یعلم، این لام عاقبت است، تا نمیداند بعد از علم هیچ چیزی، یعنی همه چیز را که قبلا میدانسته، علم داشته، الان هیچ چی نمیداند. چرا؟ چون این سن پاک کرد، حافظه انسان را چی میکنه؟ پاک میکنه. خب این یک نمونه. ببینید این از این نطفه این انسان کامل را کی خلق کرد؟ الله. دوم، و ترى الارض هامدة، زمین را میبینی که خشک و افسرده هست. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی که ما نازل میکنیم بر زمین آب را، اهتزت، ابتدا می جنبد. خوب آب بخوره تکانی میخوره زمین. و ربت، برآمده میشه، پف میکنه به اصطلاح، نه برآمده میشه. و انبتت من کل زوج بهیج، میرویاند از هر نوع بهیج، تر و تازه، هر چیزی تر و تازه در زمین، انواع سبزی، انواع گل. ذلك بأن الله هو الحق، این نتیجه دلیل است. از هر دو دلیل ثابت شد که خداوند مرده را زنده می کند، زمین مرده را، انسان مرده را. پس در قیامت چرا نتواند؟ پس از دلیل چی ثابت شد؟ ذلك بأن الله هو الحق، این به سبب این است که همانا الله اون ذات حق است، یعنی حق پروردگار، هر چی میگه الله عزوجل اون درست. و انه یحیی الموت، و اون ذاتی هست که زنده میکنند مرده ها را. و انه علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیزی قادر است. خب ببین شما از اینجا دو تا نتیجه بگیرید از دلیل. یکی این که معلوم شد خدا قادر مطلقه، موت و حیات به دست اوه. اونا هر دو تا مرده بودن، زندهشون کرد، هم نطفه هم زمین. پس وقتی که انسان بمیره نمیتونه زندهش بکنه به طریق اولا. دوم، و انه علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر است، این همون اولی هست. دومی، و ان الساعة آتیه، از اینجا معلوم شد که قیامت میاد، لا ریب فی، شکی نیست، در آمدنش هیچ شکی نیست. و به این نتیجه میرسیم که و ان الله یبعث من فی القبور، هر کسی که در قبرها است خدا چیش میکنه؟ بلندش میکنه، او را قائم میکنه، اون را بیدار میکنه و بیرون میکنه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. حالا وقتی که دلایل بیاید انسانهای باطل هم زیاد میاد، دلایل که بیاد انسانهای باطل هم زیاد خواهند بود. بعضی حالا این آیه درباره کی هست؟ یک نفره، دو نفره، 10 نفره، خلاصه اهل باطل. حالا بعضی میگن نضر ابن حارثه، بعضی میگن مثلا فلانی هست، ابو جهل. بالاخره کسانی بودن که در مقابل این دلائل معارضه میکردن، اونا را خدا جواب میده. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، بعضی از مردم هستن که درباره خدا، توحید خدا یا زنده کردن مرده ها توسط خدا جدال میکنند بدون هیچ نوع دلیل، ولا هدن، بغیر علم یعنی دلیل عقلی ندارن، ولا هدن، هدایت ندارن، دلیل وحی ندارن، ولا کتاب منیر، دلیل نقلی هم ندارن، کتاب روشنی ندارن. ثانی عطفه، اما وقتی که کم میاره چیکار میکنه؟
رخ را بر میتابد. عطف این پهلو را میگن. ثانی یعنی منحرف کردن، برگرداندن، یعنی از حق را گوش نمیکنه، اعراض میکنه. لیضل عن سبیل الله، تا از راه خدا گمراه بکنه. هی میره به مردم میگه نه اینا را باور نکنید. الله تعالی برای چنین معارض و مجادلی میفرماید له فی الدنیا خزی، برای او در دنیا رسوایی است. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، در روز قیامت میچشانیم عذاب سوزان را، جهنمه. چرا؟ ذالک بما قدمت یداک. ای انسان، به این مجرم گفته میشه ای انسان به سبب تقدیم دست خودت هست، خودت همین عمل را کردی. و ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند ذره‌ای بر نسبت به بندگان ظلم نمیکنه. و من الناس من یعبد الله، اینجا خداوند حالت مذبذبین را میگه. ببین مذبذبین، وقتی که وحی خدا میاد، ادعایی در قرآن مطرح میشه، انسان ها سه نوع هستند. یکی مؤمنین مخلصین، هر چی میگه علی الرأس والعین، خدا درست میگه، من ایمان دارم. گروه دوم کافر مجاهر، علنی میگه نه اینا رو من قبول ندارم، اینا افسانه، اینا علیه بالله دروغی. سومی مذبذب است. گروه سوم چیه؟ مذبذبه. این همین منافقین هستند. اینها شرایط را نگاه میکنند که شرایط اگر به نفع دین و اهل دین باشه اونها را حمایت میکنه، اگر شرایط به نفع کفار باشه اونها را حمایت میکنه. اینجا خدای عزوجل درباره این مذبذبین میفرماید و من الناس من یعبد الله، بعضی از مردم هستند که خدا را عبادت میکنند علی حرف، یک سویه، علی حرف یعنی کناره، یک گوشه، ای علی طرف من الدین، حالا طوری عبادت میکنه هم این راه برایش باز باشه هم اون راه، هم به سمت ایمان آمدن هم به سمت کفر رفتن. فإن اصابه خیر اطمأن به، اگر به او خیری برسد، خیر دنیوی، فتح و غنیمت، اطمأن به، خوش میشه، مطمئن میشه. ظاهرا می همون را درسته. و این کند علی وجه جهتش، همون جهت کفر برمیگرده. خسرت دنیا و الاخره، این انسان در دنیا و در آخرت در خساره هست. ذالک هو الخسران المبین، این خسران مبین. این انسان که این نفاق را دارد، تزلزل را دارد، به دلیل اینکه از همون ابتدا ایمان ندارد، توحید هم ندارد، حتی در مشکلات خودش میکنه. دال البعید، این هست گمراهی بدور از حق. این انسان از حق خیلی فاصله داره. چرا؟ یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، میخواند اون کسی را که ضررش بیشتر است از نفعش. مگه نفعی هم داره؟ یعنی اقرب الى الفهم، شیخ میفرماید از نظر فهم انسان هیچ نفعی نداره. الله تعالی در اینجا میفرماید که من پیغمبرم را یاری هم میکنم، نصرت هم میکنم، شما را و آیین باطل شما را شکست میدهم. اما هر کسی که میخواد خدا پیغمبر را یاری نکند، من کان یظن، هر کسی که فکر میکند که لن ینصره الله، هرگز یاریش نکند خدا. ینصره یعنی محمد، اون محمد را خدا هرگز یاری نکند در دنیا و آخرت. چیکار بکن؟ این آیه دو تا تفسیر داره، من هر دو تا تفسیرش را عرض میکنم، بعدا ترجمه میکنم. ببینید کسی که سعی میکند یا
دلش میخواهد دوست دارد که خدا پیغمبر خودش را یاری نکند، پس راهی به آسمان پیدا بکند. فلیمدد بسبب الی السما، یعنی یک سببی ریسمانی چیزی که خودش را بکشه بره به طرف آسمان ها، بعدن اون راه یاری پیغمبر خدا به پیغمبر را پیدا بکند، اون راه را ببنده. ثم لیقطع، اون راه را چی بکند؟ ببنده، نگذارد که کمک برای پیغمبر بیاد، تا اینکه غیظش، گویا تحکم و استهزاء نسبت به انسان، غیظش، خشم درونیش چی بشه؟ فروکش کنه. به غیر از این، یعنی تا وقتی که جلوی کمک خدا را نگیرد، این انسان میترکد از غیظ. میتونه کسی جلوی کمک خدا را بگیره؟ نه خیر. لذا الله تعالی میفرماید که این کار را بکند. این تفسیر اول. من کان یظن، هر کسی که فکر میکند، یعنی دوست دارد که لن ینصره الله، هرگز او را خدا کمک نکند در دنیا و آخرت، پس بیاد جلوی کمک را بگیرد. فلیمدد بسبب، بکشد یک ریسمانی را به آسمان. ثم لیقطع، بعدن قطع کند رابطه بین پیغمبر خدا را. فلینظر، بعدن نگاه کند وقتی که جلوی کمک خدا را گرفت، هل یذهبن کیده ما یغیظ، این کیدش، این توطئه‌اش، این نقشش، آیا آنچه که غیظ بود اون را از بین برد؟ یعنی آیا خشمش پایین آمد، فروکش کرد؟ یک تفسیر اینه. یک تفسیر دیگه اینه که نه، منظور از فلیمدد بسبب الی السما، السما همین فضای بالایی را میگند. یعنی چی را میگویند؟ سقف خانه را. کل ما علاک سما. معنیش اینه که هر کسی ناراحت یک ریسمانی بگیره. منظور از ریسمان چیه؟ سبب ریسمان است. یه ریسمانی بگیره خانه، که غیظش از بین میره یا نه، یعنی خودکشی بکند. این تفسیر دوم است. بعضی همین را ذکر کردند. تفسیر اول فلیطلب حیلة یصل بها الی السماء ثم لیقطع، یعنی لیقطع النصر ان تهیأ له. اول چی کار بکند؟ که یک حیله به آسمان بره، با یک حیله اونجا قطع بکنه راه ارتباطی بین خدا و رسولش را. تفسیر دوم که عرض کردم، این را تفسیر خازن نوشته، المعنى لیشد حبلا فی سقف بیته فلیمدد بسبب الی السماء. سما منظور سقف خانهش است، ریسمانی به سقف خانهش ببندد. فلیقتنق به حتی یموت، خودش خفه من کان یظن، هر کسی که میخواهد لن ینصره الله، هرگز اون محمد را یاری نکند خدا در دنیا و آخرت، فلیمدد بسبب، پس بکشد ریسمانی را الی السماء، به سقف خانه. ثم لیقطع، بعدن لیقطع یعنی لیختنق، خودش را خفه کند. فلینظر نگاه حالی که انزلناه آیات بینات، این گونه ما نازل کردیم این قرآن را آیات واضح. و ان الله یهدی من یرید، همان خداوند هدایت میفرماید کسی را که بخواهد، طلب باشد. اینجا به بعد خدای تعالی تخویف اخروی بیان میفرماید. همه گروه ها، هر کسی هر عنوانی داشته باشی، روز قیامت فیصلت میشه. پس سعی کن راه حق را ببینی. عنوان تو را نجات نمیده، بگه من یهودیم. در این دلیل عقلی ذکر این مطلب است که تمام
میکنند. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. آیا نمی بینی، خبر نداری سجده می کند هر کسی که در آسمان هست و هر کسی که در زمین هست. و همچنین و شمس، من قبلا درباره سجده مخلوقات توضیح دادم. بسیاری معتقدند که سجده اونها همین اطاعت اونهاست، همین انجام وظیفه، همین که خورشید هر روز طلوع می کند، غروب می کند، تابش میده، نور میده، حرارت میده، انرژی میده، همین سجده. ماه کار خودش را میکنه، لیل و نهار کار خودشون را میکنند، کوه کار خودش را میکنه، وظیفه که کوه داره به عنوان میخ زمین را نمیذاره تکان بخوره. درخت کار خودش را میکنه، یکی میوه میده، یکی سایه میده، یکی چوب میده. بالاخره اینا همین اطاعت از خدا، این خودش سجده. لازم نیست مثل ما انسان ها 4 دست و پا به زمین بیفته. این سجده ما فرق میکنه. بعضی میگن سجده مخصوصی دارن ولی ما نمیفهمیم، ما متوجه نمیشیم. لذا الله میفرماید الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. آیا نمی بینی برای الله سجده می کند تمام مخلوقاتی که در آسمان هست و تمام مخلوقاتی که در زمین است. و الشمس، و همچنین خورشید، و القمر و ماه، و النجوم و ستاره، و الجبال و کوها، و الشجر و درختها، و الدواب و چارپایان، و کثیر من الناس. بقیه همه، اما انسان بیچاره همه نه. کثیر من الناس جمع بزرگی از مردم، چون که جمع دیگری از مردم خودشون را جهنمی کردن با انکار، با ابا، با کفر. و کثیر حق علیه العذاب. بسیاری از مردم هستند که حق علیه العذاب، عذاب برای او ثبت شده، نوشته شده. جفت القلم، بله، جفت الصحف و رفعت الاقلام و جفت الصحف. ومن يهن الله فما له من مكرم. هر کسی را که الله ذلیل کند برای او هیچ اکرام کننده نیست. هر کسی را که خدا بخواد ذلیل کنه، کسی دیگه نمیتونه عزیزش بکنه، عزتش بده. عزت و ذلت به دست الله است. ان الله یفعل ما یشاء. خداوند آنچه که بخواهد انجام میده، به طور حکمت الله تعالی انجام میده. سبحان الله. بسیاری ها هستن که بالاخره غروری میکنن، تکبری، یه چیزی به دلشون میاد، خدا ذلیلشون میکنه، عزت را از اونها میگیره. بعضی ها بعدا خدا به اونها بر میگرده، بعضی ها نه، مرضشون چنان زیاد هست که دیگه قابل برگشت نیست. اینجا حضرت شیخ رحمه الله، شیخ جاجروی، همیشه این آیه را میخوان، یه داستانی تعریف میکرد که حالا ما وقت کم داریم، من خلاصهش را میگم. ایشون از قول علامه شبلی نعمانی، علامه شبلی نعمانی یکی از نویسندگان بسیار بزرگ هست. علامه سید ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه درباره ایشون خیلی می نویسد که شبلی یک نابغه‌ای بود. شبلی نعمانی همینه که کتاب سیرت النبی را نوشته، سید سلیمان ندوی اون را تکمیل کرد. علامه شبلی نعمانی نوشته که یکی از مشایخ به نام شیخ بود، خطیب بغداد بود. ما گاهی می رفتیم در شبهای مختلف، می رفتیم اطراف، می رفتیم مردم را تبلیغ می کردیم. یه روزی میگه ما
یه روزی رفتیم یک جایی که چیکار بکنیم، تبلیغ بکنیم. آخر وقت نماز آمد و نیاز به وضو، خلاصه آب نبود، برای آب گشتیم. یک قومی را دیدیم که اینها بت پرستی می کنند و همه اونها در همون معبد خود عبادت بودیم. آب برداریم وضو بگیریم. همینجا دیدم که یک دختر مسیحی هست که داره آب چی میکنه، آب برای دختر را تعقیب کرد. دیدیم که از ما راهش را جدا کرد. ما دنبالش رفتیم، گفت نه شما دیگه با من نیایید، دنبال من نه. بالاخره اون دختر را تعقیب کرد و به خانهش را پیدا کرد، روستایش را، جایش را، و رفت از پدرش او را خواستگاری کرد. او دین که از شرط و شرایطش این بود که دین را باید کنار بذاره، یعنی بیاد به مسیحیت، گرویده آیین مسیحیت بشه و یک سری شرایط دیگر برش گذاشت. خلاصه همه را این استاد قبول کرد و ما را نهیب داد. ما خیلی گریه کردیم. این حالت زار را دیدیم که این استاد ما دین را هم از دست داد و همه را فراموش کردم، چون اعتقادش دیگه برگشته بود. همه را فراموش کردم. یک حدیث فقط یادم هست و یک آیه. آیه چیه؟ همین خواند: و من یهن الله فما له من مکرم. چیزی که مناسب شان خودش بود. هر کسی که خدا او را ذلیل کنه دیگه کسی او را اکرام نمیتونه. حدیث چیه؟ حدیث من بدل دینه فاقتلوه. اونم شامل حال خودش میشد. هر کسی دینش را عوض کرد او را بکشید. بالاخره میگه این حالت رقتبار ما را بیشتر کرد. اون روز اونجا ماندیم، شب ماندیم، گریه کردیم، نماز شب خواندیم، سجده کردیم، خدا را زاری کردیم، تا اینکه بعدن یهو دیدیم در همین استاد ما یه تغییری آمد پیش ما و خداوند دعاها را قبول کرد. دلش دوباره برگشت، گفت که من بالاخره حالا متوجه شدم و به اشتباه هم پی بردم. من دوباره میام به سمت شما، میام به سوی اسلام. خلاصه رفت و همون خانه هرچی امانت بود گفت نه دختر شما را میخوام نه چیزی دیگه و برگشت. بعدن روی این استاد گفتیم که استاد علتش چی بود که شما اینطور یهو برگشتید؟ گفت خودم هم علتش را نمیدونم. حالا که فکر میکنم وقتی که داشتیم میآمدیم برای تبلیغ، همون گروهی قومی که بت پرست بودند، داشتن بت را عبادت میکردند، یک حقارتی نسبت به اونها در دلم آمد که اینا چقدر ذلیل و بدبختند، اینا دارن بت را عبادت میکنند. انسان نباید مخلوق خدا را تحقیر بکنه، عملشون زشته، خود انسان کرامت داره. لذا میگه که اینها حقارت و ذلت خاصی در دلم آمد و یه غروری که ما را خدا چه عزتی داده،
اینها چقدر ذلیل هستند، چقدر بدبختند، بت عبادت میکنند. لابد خدای عزوجل دی از بندگان خودش را ذلیل میکنه، بعدا دنیا جمع بشه که او را عزیز بکنه نمیتواند. الله میفرمه و من یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء. خدا هر چی که بخواد انجام میده. علی ای حال، بعد از اینکه این دلیل عقلی را میخوانیم، حالا الله تعالی میفرماید که انسان ها دو گروه هستند، یک گروه مؤمن و موحد، یک گروه مشرک و کافر. هذان خصمان، اینا دو تا خصم متخاصمند، در مقابل هم هستند. برای یک گروه خدای تعالی اینجا تخویف اخروی بیان میفرماید، برای گروه دوم خداوند تبشیر بیان میفرماید. دقت بفرمایید، اول گروه اول تخویف. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، اینها دو خصم هستند، با هم دیگه جر و بحث کردن درباره ربشان، با هم دیگه خصومت دارن درباره توحید ربشان. یک گروه موحد، یک گروه مشرکه. فالذین کفروا، آنهایی که کفر کنند در قیامت چی میشه؟ قطعت لهم ثیاب من نار، برای اونها برش داده میشه، تکه تکه میشه. دیدید خیاطا چطور برش میدن؟ آستین را جدا، نمیدونم دامن را جدا. چنان لباسی از آتش که یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالای سر اونها آب داغ ریخته میشه. یسحر به ما فی بطونهم والجلود، آب داغ که چنان ذوب میکند، گداخته میشه به وسیله آن آب داغ ما فی بطونهم، هر چی که در شکمشون هست، والجلود، همچنین پوستشون را ذوب میکنه. گرزهایی هست از آهن، گرزهای آهنی که به فرق سرشون میزنن. کلما ارادو ان یخرجوا منها، هرگاه اینها بخواهند بیرون شوند از آتش، بیرون شوند از جهنم، اعیدوا، می‌چشید ای انسان‌های کافر مشرک عذاب سوزان جهنم را. خب این تخویف بود. این عرض کنم دو تا گروه بودن، خصمانه. این تکلیف یک گروه هست. حالا تکلیف گروه دوم. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، همانا الله داخل میگرداند آنهایی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. داخل میگرداند کجا؟ جنات تجری من والمسجد الحرام، دیگران را باز میدانه از مسجد حرام. یصدون عن سبیل الله، یصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس، اون مسجد حرامی که ما برای همه مردم اون را قرار دادیم، همه مردم اونجا خدا را عبادت کنند. سواء العاکف فیه والباد، در اون مسجد حرام مقیم و بادی نشین، منظور مسافر، اونه که از دور میاد
برابر هستند. این نیست که مقیم بگه مال منه، مال همه هست. لذا در اون مسجد و من یرید فیه به الحاد به ظلم، کسی اراده کجروی داشته باشد. الحاد چیه؟ انحراف از حق، مثلا شرک. نذقه من عذاب علیم، او را عذاب دردناک می چشانیم. لذا الله می فرماید کسانی که مانع راه خدا باشند و ترویج کننده شرک باشند به این عذاب گرفتار میشن. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، اینجا دلیل نقلی تفصیلی از ابراهیم است. ببینید ابراهیم علیه السلام این مسجد حرام را برای اینکه اینجا بتی باشد و اینجا غیر الله پرسته بشه درست نکرده. این را برای چی درست کرده؟ برای اینکه خدای عزوجل به یگانگی عبادت بشه، برای یکتاپرستی درست کرده. پس اصل این مرکز توحید است، مرکز شرک نیست. بت‌ها اینجا چیکار میکنند؟ ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه کعبه را بنا کرد، ببین درباره ابراهیم شما زیاد خواندید، ابوالانبیا هست، در عراق بود، شام آمد، از شام به مکه مکرمه آمد. اینجا بنای خانه کعبه را ایشون کرد. البته خانه کعبه از قبل درست شده بود در زمان آدم علیه السلام، بعدا طوفان نوح خراب کرده بود. حالا فرشته آمد، جبرائیل آمد، قوام را بهش نشان داد. و اذ یرفع ابراهیم القواعد، همون قواعد و اساسی که قبلا بود همونها را بلند کرد، یعنی بر همون بنای قدیمی زمان آدم یا فرشتگان که بعضی میگن فرشتگان این را درست کردن. خب ابراهیم برای چی درست کرد؟ ابراهیم برای اینکه اینجا شرک نشه، اینجا فقط خدا عبادت بشه. بعدا خداوند عزوجل دستور داد ای ابراهیم برو مردم را به سمت این بیت فرا بخوان. گفت یا رب کسی صدای من را نمیشنود. خداوند فرمود که صدا کردن از تو و شنواندن به گوش تک تک مردم از من. لذا ابراهیم علیه السلام بر کوه اونجا هست، جبل ابو قبیس میگن، کنار خانه کعبه، بر جبل ابو قبیس بالا رفت. گفت که بندگان خدا فریاد برآورد، همه بیایید اینجا برای حج بیت الله بیایید، برای طواف خانه خدا بیایید، برای عبادت خدای واحد بیایید. ابراهیم وظیفه را انجام داد. خدا گفته بود. الله عزوجل به گوش تک تک جهانیان رساند. از اون زمان تا امروز همه مردم گروه گروه می روند برای زیارت. حالا ما همون اعلام ابراهیم را در این جواب میدیم. ابراهیم گفت بیایید، از طرف خدا گفت بیایید برای زیارت بیتم. ما که حرکت میکنیم چی میگیم؟ لبیک اللهم لبیک. لبیک یعنی چی؟ یعنی حاضر، آماده باش. در مقابل چی هست؟ این جواب خداست که به ابراهیم فرمود اعلام کن. لذا الله تعالی اینجا با این دلیل نقلی اثبات میفرماید که اصل این خانه برای چی درست شده بود؟ برای توحید، برای یکتاپرستی. شما را گمراه کردن، شما به جای توحید آمدید اینجا شرک کردید و بت آوردید. و اذ بوأنا لابراهیم، وقتی که ما جای دادیم ابراهیم را در مکان بیت الله، الا تشرک بی شیئا، یعنی با این مضمون که الا تشرک بی شیئا، هیچ شیئی را با من شریک نساز. و طهر بیتی للطائفین، و پاک بگردان بیت من را برای طواف کنندگان. والقائمین، اما کسانی که طائفین لله، القائمین لله، از شرک پاک بدن قرار بده و هیچ چیزی اونجا شرکی نباشد. و همه کسانی که فقط خدا را طواف میکنند، خدا را رکوع سجده میکنند، اونها بیان اینجا عبادت کنند. و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، ای القائمین لله، الرکع لله، السجود لله، سجده کنندگان، رکوع کنندگان و تمام قیام کنندگانی که برای الله انجام
الناس بالحج، ای ابراهیم اعلام کن برای مردم، فی الحج برای آمدن حج، اعلام کن برای آمدن حج، یأتوک رجالا مردم میاین پیش تو، یعنی برای خانه خدا میاین، رجالا با پای پیاده، و علی کل ضامر و همچنین بر هر شتر باریک اندام. ضامر چی را میگند؟ ببینید در پایان که خدا داده اینها را شما قربانی کردید، بخورید و اطعموا البائس الفقیر، و همچنین بخورانید هم تنگ دست را و هم فقیر را، همه را بخورانید. ثم لیقضوا تفثهم، بعد از اون یعنی وقتی که مناسک را انجام دادید، قربانی را کشتید، بعدا از احرام در بیایید. ثم لیقضوا تفثهم، تفث اصل میگویند مناسک را، چی را میگویند؟ مناسک را، افعال و اعمال حج را، از وقوف عرفات گرفته سعی بین صفا و مروه، رمی جمار، اینا را انجام بدهند. ولیوفوا نذورهم، هر نذری که دارند انجام بدهند، کامل کنند. ولیطوفوا بالبیت العتیق، به این بیت کهنه طواف کنند. یکی از القاب بیت الله هست البیت العتیق، منظور اینه که عتیق قدیمی، این جدید نیست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، به این خاطر بهش عتیق میگن. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خیر له، این کار به این خاطر است که هر انسانی، هر مسلمانی تعظیم کند حرمات الهی را، اون چیزی که خدا اونها را محترم شمرده، اینها را تعظیم کنند. منظور شعائر الله هستند. تعظیم شعائر الله این در واقع فانها من تقوى القلوب، فهو خیر له عند ربه. در جای دیگه میفهمم فانها من تقوى القلوب، فاین ترس، این برایش بهتره. تعظیم شعائر الله یا حرمات الله چی هستند؟ خود تعظیم بیت هست، عرفات هست، منا هست، اینا تمام حرمات الله هستند، پیش خدا احترام دارم. و احلت لكم الانعام، اون و من يعظم حرمات الله بیان تحریمات الله هست، چیزهایی که خدا حرام قرار داده، بی ادبی نسبت به اونها را حرام قرار داده، مثل بیت الله، مثل میدان عرفات، مثل منا، مثل مزدلفه. و اینجا در این آیه و احلت لكم الانعام تحریمات غیر الله هستند، یعنی اونایی که غیر خدا بر خود حرام کرده، اونا حرام نیستند، اونا حلال است. بی خود اینگو میگه این بهیره است، این برای فلان مزار است، نه، اون حرام نیست، اون حلال است، او حرامش میکنه، شما توجه نکنید. و من يعظم و احلت لكم الانعام، حلال شده برای شما تمام چهارپایان، بخورید، هیچ کسی نمیتونه حرام بکند، الا ما یتلی علیکم، مگر اونی که بر شما تلاوت میشه، خوانده میشه، که محرمات را شما خواندید. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس ای مردم از گند پرهیز کنید. رجس به معنی گند هست، نجاست هست. نجاست منظور چیه؟ بتا، اینها دیگه نجس هستند. واجتنبوا قول الزور، از قول شرکی هم پرهیز کنید، کلمه شرک. لذا در اطراف خانه کعبه نه بتی باشد، نه ورد زبان شما کلمه شرکی باشد. حنفاء لله، یک سو برای خدا باشید، غیر مشرکین به، غیر از این که با خدا کسی را شریک بگیرید، چون که شرک بدترین گناه است. اینجا خدای عزوجل برای شرک یک مثالی بیان میفرماید، میفرماید و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، هر کسی با خدا شریک بگیرد، سنگینی این گناه به اندازه ای هست. ببینید اینی که از آسمان میفته امیدی برای نجاتش هست؟ نه، مثل کسی است فکأنما خر من السماء، از آسمان میفته تو این فضا، فتخطفه الطیر،
او را می رو باید پرنده های لاشخور هستند، او را می گیرند و می برند می خورند. او تهوی به الریح، یا می اندازد او را باد فی مکان سحیق، در مکان دوردست. این انسان زنده می ماند؟ هلاک میشه، نابود میشه. هر کسی که شرک بکند اون برای اون هلاکی هست، هلاکت هست. ذالک، یعنی این کار را بکنید، شرک نکنید. تبعوا ذالک و من یعظم شعائر الله، هر کسی که شعائر الله را تعظیم میکند. درباره شعائر الله هم ما به تفصیل خواندیم قبلا. احترام شعائر الله لازم هست. هر چی که نماد دین هست از شعائر الله، فانها من تقوى القلوب، این که تعظیم شعائر الله میکنی این نشانه خدا ترسی درونی هست، تقوای قلب هست. بس هر کسی ادای احترام میکند به مسجد، به اذان، به بیت الله، به صفا و مروه، به هدیه که میره، همه اینهایی که نسبتی با عبادت دارند اونا جز شعائر الله هستند. لکن فیها منافع الى اجل مسمى، برای شما تا مدت مشخصی. حالا ببینید از همین مثلا هدیه شتر یکی از شعائر الله است، میتواند تا مدتی ازش استفاده بکند. مثلا مجبور میشه سوار بشه از شیرش. ثم محلها، محل یعنی جای ذبحش، جای نحرش بیت عتیق هست، منظور حرم شریف است، اونجا برده بشه. الله عزوجل بعد از این که دستور داد ابراهیم را به حج اعلام کن و به ما هم دستور داد چه کار بکنیم، تمام مناسک را انجام بدهیم، حالا میفرماید که هر گروهی و هر دینی از ادیان سماوی برای خودشون مراسمی داشتن، قربانی داشتن. اینم مال شما مسلمانان. ولکل امت جعلنا منسکا، برای هر گروهی ما قرار دادیم منسک یعنی قربانی، نظر میکنه برای خدا. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم، تاکه خدا را یاد کند بر آنچه که خدا داده به اونها از چارپایان، من بهیمت الانعام، چارپایان. لذا هدف همه این قربانی ها توحید است، فقط برای خدا. فالهکم اله واحد، پس معبود شما معبود یگانه است. فله اسلموا، فقط برای او تسلیم بشید در مقابل خدا. و بشر المخبتین، ای پیامبر من مژده بده عاجزی کنندگان را. اخبات تواضع را میگن، متواضعان را، اینهایی که تکبر نمی کنند که شرک بکنند، در مقابل فرمان خدا تسلیمند. کیان مخبتین؟ الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، آنهایی هستند که هرگاه خدا یاد میشه دلشان تکان میخوره، میترسه، یعنی از ترس خدا قلبا میترسند. والصابرین علی ما اصابهم، آنهایی هستند که صبر میکنن بر آنچه که از طرف خدا آمده، یعنی داد و فریاد نمی کنند، از کوره در نمی روند. والمقیم الصلاة، و آنهایی هستند که برپا کنندگان نماز هستند. و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما رزق دادیم خرج می کنند، یعنی زکات هم میدن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر. خب خداوند فرمود که قربانی در هر امتی هست، چنانچه شما خواندید که شما در چه صورتی از این قربانی بخورید. فکلوا مما، اسم خدا را بر اون بیارید. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم، به نام خدا، نه به نام غیر الله، نه به نام پیر و فقیر. لذا الله می فرماید که والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر. اینم از شعائر الله هست. شطوری که به عنوان هدیه برده میشه، عرض کردم هر شعائر الله، هر اون چی که نماد چی باشد، نماد دین باشد. ما در دین خودمون هم حج داریم، این نماد حج است، نماد قربانی هست، یکی از عبادات مالی هست، بالاخره برای خدا کشته میشه.
لذا اون هدی و اون قلاده که به گردنش هست اون علامت این چیزه، پس این را از شعائر الله قرار داده. به همین خاطر این باید احترام بشه، حتی بهش سوار نشند الا که اضطراری باشد. لذا الله می فرماید فاذکروا اسم الله علیها صواف، اینها را وقتی که می خواهید نحر بکنید به صف نام خدا را بر اونها بگید، بسم الله الله اکبر. معلوم میشه که برای کشتن شتر روش اصلی اینه که همونطور ایستاده به صف بایستند، نخوابونیم. بهترین صورت همینه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم به همین صورت نحر کردند. فاذکروا اسم الله علیها، بر اونها نام خدا بسم الله الله اکبر بشه، به صف بسته. فاذا وجبت جنوبها، اما وقتی که وجبت به معنی سقطت هست، افتاد پهلوش به زمین خورد، یعنی منظور وقتی که نحر شد، کشته شد، خونش ریخت، حالا قبلا شما سوار نمی شدید، شیرش را نمی خوردید، حالا گوشتش ممنوع نیست، چون برای خدا شد. همین که خونش ریخته شد به خدا رسید، یعنی عبادت شما انجام گرفت. بعد از این خدا تعالی میفرماید خودت بخور. خدا تعالی گوشتش را لازم ندارد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. اون تقوا و اون خدا ترسی که فقط برای خدا میکنی، همین بسه، همین عبادته. لذا الان فکلوا منها، خودتون بخورید، و اطعموا القانع والمعتر، بخورانید بقیه مردم را. قانع اونی که از شما نمیخواد، و معتر اونی که از شما سوال میکنه، یعنی به همه بدید، چه اونی که نمیخواد چه اونی که میخواد، همه را بخورانید. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون، این گونه ما مسخر کردیم برای شما، تابع شما کردیم تا شما بکشید، برای خدا قربانیش بکنید و شکر این نعمت پروردگار را به جا بیاورید. خب پس فلسفه اصلی این قربانی کردن چی بود؟ فلسفه اصلی همین که برای خدا انجام بگیرد. ببینید ما این که همیشه میگیم که ما اهل لغیر الله حرام است، به چه دلیله؟ به خاطر همین که اون طرف تو ذهنش میگه که این برای فلان امام صاحب و پیر صاحب. همین اصل عبادت همین قسمتش هست، یعنی مال را اختصاص بده، کشتن مال را برای تقرب فلان، ما برای تقرب خدا انجام میدیم. پس همین حلالش میکنه حرامش میکنه، اگر برای خدا باشه حلالش میکنه، اگر برای غیر خدا باشه حرامش میکنه. لذا الله میفرماید لن ینال الله لحومها، به خدا از این گوشتش چیزی نمیرسه، ولا دماء و از خونش، ولکن یناله التقوى منکم. همین پرهیزگاری یعنی تقوا از شرک. همین که شما موحدید فقط برای خدا میکنید، همین بالاخره به خدا میرسه. اخلاص شما منظور فقط برای خدا انجام دادن. كذلك سخرها لكم، این گونه خداوند برای شما مسخر کرد، تابع شما قرار داد. این شطور را ببینیم با اون جثه، از نظر ظاهری کاری ما نیست، ولی خدا تابع ما قرار داد، لگامش به دست ماست، ایستاده مسکین که ما بریم چیکار بکنیم؟ راحت نهرش بکنیم. لتکبر الله علی ما هداکم، بر این مسیری که خدا شما را راهنمایی کرده بزرگی خدا را تکبیر بگویید، یعنی بزرگی خدا را بیان بکنید. به همین خاطر وقتی میکشیم بسم الله الله اکبر. و بشر المحسنین، در پایان میفرماید ای پیامبر من، شما بندگانی که خالص برای من این کار را میکنن، محسنین یعنی مخلصین، کسانی که خالص برای من این کار را میکنند، برای رضای خدا انجام میدهند، اونها را بشارت بده، اونها را مژده بده که خدای عزوجل از اونها قبول میکند، میپذیرد، نعم البدل به اونها
عطا میکند، بهشت میده، رضایت خودش میده، نعم مختلف دنیا و آخرت میده. صدق الله مولانا العظیم.